ما شرط دید. بله. شما شرط دید گپ زنید. مهندس هماهنگ بفرمایید. خب بادکش سرد ما از لیوان پلاستیکی که پیستون داره و پمپ دستی استفاده میکنیم. این الان برای نمایش هست، فرضاً جایی که بخوایم بادکش رو قرار بدیم میکشیم. این لیوان شفاف حسنش اینه که ما میبینیم چه مقدار پوست برآمده شده و بسته به اون موضع و کاربردی که داشته باشه بین 5 تا 20 دقیقه بادکش رو توی محل نگه میداریم. این بادکش سرد ثابته که معمولاً یه تعدادی روی ناحیه گذاشته میشه و بعدم برای خارج کردنش که خب راحت اینو جدا میکنیم. کاربرد درمانیش. آره کلاً بادکش یک کاربردهای در طب ایرانی داره، یک کاربردهای در طب چینی داره که یه مقدار با هم متفاوت هستن، ولی به صورت کلی ناحیه‌ای که بادکش میشه گردش خون به اونجا فراخوان میشه، بنابراین همه ترمیم‌ها بهتر اتفاق میفته، به خصوص برای رفع درد. یعنی بیشترین کاربرد و مقالاتی که توی دنیا در مورد بادکش وجود داره در مورد درد هستش، ولی خب خواص دیگه‌ای هم داره. حالا بادکش گرم هم من ببینم کجای بدن شما میتونیم یه تستی بکنیم، چون بازوی شما ضعیفه. آره برای بادکش خانم دکتر اونجا بودن چون جواب. الان انجام دادن. کجا؟ نه اونجا کسل مریضه بود رفت. آره رفت. یعنی من لباسم مالو بدم. پشتتون رو بردار. شما یا رو شکم بخوابیم ما پشتتون انجام بدیم یا کی بخوابه؟ که همون کس خوبه. من خودم من بخوابم خب برای دانشجو دیگه باید آره دیگه جان از برکم. اون گذشتگی هم باید داشته باشه. خب یه اینا که- دونه براش استفاده میکنیم. آره حالا برای نمونه میاریم. آره من تازه لباس ما بالا برای کسی نزدم، شما خیلی ویژه هستید. همه پزشکن. خانم دراز بکشم. آه دراز کشید. ببین اگه خیلی کفشتون رو در نیاریم خیلی هم. دراز کش خب جلوی همه آدم ناقص. آره حالا تعداد زیاد نمیندازیم. مثل اینکه نجاتتون هم به آفریقایی اینا برمیگرده. نه بابا من سوده. یه مقدار روغن میزنیم. ممکنه روغن ما جنبه درمانی داشته باشه، بادکش باعث میشه که روغن بهتر جذب پوست بشه، ولی یه مقدار هم به خاطر اینکه پوست آسیب نبینه در اثر اون کششی که ایجاد میشه. بادکش گرم به خاطر اون حرارتی که داره خب معمولا اثر درمانیش بیشتر میشه. حالا به عنوان نمونه ما یه بادکش برای ایشون میندازیم که بادکش وقتی تکرار بشه اثرش بیشتر مشخص میشه. این بادکش ثابته. ما ممکنه بادکش متناوب داشته باشیم که هی میذاریم بر میداریم، مثلا یک ناحیه فرض کنید یه اسپاسم شدیدی داشته باشه، ما میتونیم متناوب انجام بدیم که اثر بیشتر باشه، چون این یه مدت که میمونه سرد میشه دیگه حرارت رو نداره. بخوایم اثر حرارتیش بیشتر باشه اینو به صورت متناوب انجام میدیم. یه بادکش هم داریم، بادکش لغزان. یه ذره باید به ما فضای بیشتری بدیم. خب برای بادکش لغزان حتما باید پوست رو چرب بکنیم و توی یه مسیری حرکت میدیم، مثلا برای کمک به دفع سنگ کلیه. اینجا ما از ناحیه کلیه شروع میکنیم میایم پایین. حالا باید لباس مریض یه ذره آزادتر باشه و به ما قدرت مانور بده، ما با چرخش میاریم پایین. پس هر بادکشی چه گرم چه سرد ما میتونیم ثابت بذاریم، میتونیم متناوب بذاریم، میتونیم لغزان بذاریم. اینا هم که بادکشه که در همه طب‌های سنتی بوده، الان هم به اسم کاپینگ توی دنیا شناخته میشه. این بادکش خشکه، بادکش تر که ما تیغ میزنیم و خون میاد که میشه حجامت یا وت کاپینگ. تشکر. حجامت خودتون رو یک معرفی میکردید؟ بله من دکتر مامک هاشمی هستم، پزشک متخصص طب سنتی ایرانی. تشکر زیاد.